سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز آموزش شیرینی نخودچی رو داریم که خیلی درخواست داشت برای آموزش. بیایید اینجا تا مواد لازم رو بهتون بگم. آرد نخودچی 3 بار حتما الک باید بشه، پودر قند الک شده، روغن جامد، هل، آرد برنج، یه دونه زرده تخم مرغ، پودر پسته و زعفران هم برای تزیین. بریم مراحلش رو ببینیم. مرحله اول روغن جامد رو اضافه می‌کنیم. از همین روغن‌های جامد معمولی استفاده کنید. پودر قند الک شده حتما این نکته‌های شیرینی نخودچی رو رعایت بکنید. پودر هل تو اینجا خیلی مهمه، ما توی این مرحله میریزیم، ولی سعی کنید پودر هل خوب بگیرید که مثلا سیاه نباشه، کهنه نباشه، که شیرینی نخودچیتون رو تیره نکنه. 1 قاشق غذاخوری میزنم که میخوام با همزن استفاده کنم این پودر خاکش بلند نشه. شیرینی نخودچی خیلی نکات داره، اگه این نکته‌هاش رعایت کنی شیرینی خوبی به دست میاد، ولی اگه نکته‌هاش رعایت نکنی شیرینیتون یا پوک یا خورد میشه یا میچسبه به سینی فرتون. پس نکته‌هاش رو مرحله به مرحله که میگم انجام بدید. شروع میکنم با همزن برقی بزدن. 2 بار وسط کار حتما خاموش کنید، دورگیری کنید، همه رو بیارید وسط که پودر قند اطراف نمونه. تا زمانی هم میزنیم که وقتی که حتی با انگشتتون یه احساس کنید که پودر قند حل شده باشه، تا اون موقع ما باید هم بزنیم. یه عدد هم زرده تخم مرغ میندازیم. حتی اگه موادتون رو نصف بکنید بخواید شیرینی نخودچی رو درست کنید، این زرده تخم مرغ رو درسته بندازید. آرد برنج رو داخلش میریزم و آرد نخودچی هم یه بار دیگه دارم استفاده میکنم. حتما دوباره روی خود مواد الک کنید. خب یه دور شروع میکنیم به هم زدن. دوباره بقیه آرد نخودچی رو من میریزم همینجوری مابینش. خب دیگه از این به بعد من با دستم شروع میکنم به ورز دادن. اینقدر آرد نخودچی رو نگه داشتم، کم کم میبینم اگه لازم داره این مقدار آخر رو کم کم میریزید تا میتونیم خوب ورزش میدیم. خمیر رو دارم ورز میدم تا جایی که میتونید ورز بدید، برای اینکه ببینیم روغنش اندازه است. خمیر رو به این صورت که لباس میشورید، خمیر رو به اون صورت چیز کنید. ببینید اینجوری من میکنم، این خمیر رو یه گوله میکنم، میبینم جمع میشه. پس این الان روغن دیگه احتیاج نداره. 1 روبه دارم ورزش میدم. این شیرینی‌ها رو به این صورت من داخل کیسه‌های فریزر 5 تا 6 تا کیسه فریزر بسته‌های کوچیک کوچیک میذارم. بعدا میتونید از همین الان این شیرینی آماده است برای قالب زدن، ولی اگه وقت نکردید میتونید از 1 روز تا 1 هفته اینو تو دمای محیط آشپزخونه تو یخچال اصلا نذارید. میتونید نگهداری کنید، هر وقت فرصت کردید یه بسته‌شو در بیارید شیرینی نخودچی درست کنید. برای اینکه قالبای ما شیرینی نخودچی به قالبامون نچسبه چیکار میکنیم؟ کمی روغن جامد و قشنگ به کف سینی میمالیم، خیلی کم. بعد آرد برنج استفاده میکنیم، کمی تو قسمت‌های مختلف ما میپاشیم. به این صورت قالب ما به این صورت نچسب میشه. آرد اضافهش خالی میکنیم. خب من یکی از این بسته ها رو فعلا برمی‌دارم استفاده میکنم. این استراحت هم نکرده، من همین الان درست کردم آماده شده. ببینید با دستتون تو هر ظرفی دوست دارید به قطر 1 سانت میتونید حتی با این کاردرگاه به این صورت صاف کنید. برای اینکه جای انگشتامون که به این صورت میکنیم نمونه، با کف دستمون اینو صافش میکنیم. ببین تمام محو میشه، جای انگشتای ما محو میشه. قالبای نخودچی 4 پر 5 پر مدل‌های مختلف دارن، به این صورت کوچیکشو دارن، میتونید استفاده کنید. من از همین قالب کوچیک 4 پر استفاده کنم. اول داخل آرد برنج بزنید، حتما آرد برنج باشه. ببینید اینا همه نکته است. بعد یه تکون بدید، روی خمیر میزنیم، خمیر به این صورت در میادش. بعد همه رو من داخل سینی میذاریم به این صورت. میتونیم از این قالب‌ها استفاده کنیم. به این صورت فشار میدیم،
میتونید با یه دونه خلال دندون به این صورت تزیینش کنید، ولی حتما زعفرانتون غلیظ باشه، چون آبکی باشه پخش میشه. یا با پودر پسته. الان آماده شد. ببینید ته شیرینی نخودچی طلایی شده. کافی اینو در میاریم. 1 درجه هم با گرمای خودش وقتی که بیرون میاریم طلایی تر میشه. شیرینی نخودچی ما آماده شد. گذاشتم یه نیم ساعت خنک بشه، بعد داخل ظرف میریزیم. مرسی از اینکه همراه من بودید. تمام نکات داخل فیلم گفته شده. لایک و سیو و شیر فراموش نشه.